هلو گایز، چطورید؟ مشتیا خوش اومدید به ویدیو گنگ دیگه. من یوسفم، اینجا چنل مشتیزونه. امروز اومدیم با 5 گان متای سیزن جدید کال آف دیوتی موبایل. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو، ولی قبلش برای حمایت از من لایک و سابسکرایب یاد نره. یه کامنت فینگلیش هم بذار، اون زنگوله بالا رو فعال کن که هر وقت ویدیو گذاشتم جزو اولین نفرات باشی که ویدیو منو میبینید. Let's do this. که بگی میام ترس ندارم از هیچ ننقبه ای هی تاتاشی توشه شهرتم میره به شهرت شما شاقا. خب بچه این سیزن کلا متا یه چیز دیگه است، البته به جز بعضیاشون که خودتون میدونید. یه سری گانا توی کال آف موبایل هستن که هر سیزن متانو هیچ تغییری هم نمیکنن، نمیدونم چرا، ولی به هر حال دو سه تا گان جدید خیلی متا شدن. یعنی قبلا قوی بودن ولی این سیزن ابر متا شدن و هیچ کس نه ازشون حرفی میزنه و نه در موردشون ویدیویی ساخته، چون اصلا تستش نکردن که بفهمن چی هست. ولی من مثل همیشه دنبال چیزایی هم که بقیه نمیذارن. برای همین رفتم و دونه بدونه گانه کالاف که به نظرم قوی می اومدن رو تست کردم و این 5 تا اتچمنت خفن رو ازشون در آوردم. اینو گفتم که هر اتچمنتی که توی این ویدیو میبینید مهر تایید مشتیزون روش خورده، پس از بابت اتچمنت خیالتون راحت باشه. خب بریم سراغ اولین گان، یعنی اودن. هممون میدونیم که فایر ریت پایینی داره ولی دمیجش وحشتناک بالاست و خیلیاتون این نظر رو دارید که گان بدقلقیه و خیلی وقتا تیراش ریجستر نمیشه. اینا رو هم میدونم، هم قبول دارم، ولی اگه به این گان فرصت بدین و باهاش بازی کنید و قلقش رو یاد بگیرید، خیلی گان قویه، مخصوصا اگر باهاش هدشات کنید و پرک لانگ رنج لژندری رو گانتون باشه و با 2 هد میتونید انمی رو نابود کنید. به نظر من اودن بهترین گان برای پشت کاور بازی کردنه. خب بریم سراغ گان بعدی. گان دوم یه اسنایپره و این اسنایپر DLQ، بهترین و خوش دست‌ترین و خفن‌ترین اسنایپر بتل رویال. تو مولتی هم جوابه ولی تو بتل خداست، همیشه روی زمین هست و یادتون نره همیشه باید یک اسنایپ توی لوداتتون باشه، چون خیلی وقتا نیازتون میشه و من میام سبکترین ورژن اسنایپرها رو تو لوداتم میشینم و چون بیشتر باش راش میدم و نمایشی میزنم خیلی به کارم میاد. نکته بعد اینه که همیشه دمیج اسنایپرها ثابته، چون شما هر اتچمنتی روی اسنایپتون بچینید در هر صورت هدش وان شاته و بادی 150 تا دمیج میده و توی پا 90 تا دمیج میده و فقط توی سرعت و دقتشونه که تغییر میکنه. پس وقتی دارید اتچمنت اسنایپ میچینید و دمیج مثبت بهتون میده، زیاد روش حساب باز نکنید، به جز یه خشابای خاص برای بعضی از اسنایپرها مثل زدارجی. بریم برای گان بعدی. گان سوم یه SMG. این SMG وقتی اومد خیلی باف بود، یعنی اون زمانی که اومد بهترین SMG بازی بود و بعدش به مدت طولانی کاملا نرف شد، جوری که تا الان هیچ کس ازش استفاده نمیکنه، ولی من تستش کردم و دیدم چقدر خفن داره میزنه لاپا. این گان فایرت خیلی بالایی مثل فنیک و مکتن نداره ولی دمیجش فوق العاده است و دقتش بی‌نظیره. کنترلش خیلی آسونه. هیپ فایرش مدلیه که اصلا فاصله براش معنی نداره، یعنی انمی 5 متون طرفتر بود بگیری روش لیزرش میکنید و به نظرم اگر SMG پلیر خیلی خفنی نیستید مثل من، با این گان میتونید عالی بازی کنید، چون همونطور که بهتون گفتم کنترل و هیپ فایر و دقتش عالیه. بزرگترین مشکلش همون فایر ریت پایینشه که دمیجش کاملا جبرانش میکنه. بریم سراغ گان بعدی. خب نوبتی هم که باشه نوبت شاتگان این سیزن، یعنی HS. من اتچمنت های HS زیادی تست کردم و میکنم ولی بهترین و وان شات ترینش این اتچمنتی که میخوام براتون بذارم. این اتچمنت اصلا سنگین نیست، هم موومنتش رو حفظ کرده هم وان شات بودنش رو، کلا یه چیز بالانسیه. HS بهترین شاتگان این سیزنه و نه کیارم نه بیوای به HS نمیرسن. و اگه نکته رو گفتم که به دردت خود، ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید. در آخر میرسیم به بهترین و متاترین گانی که توی کال آف دیوتی موبایل وجود داره و همتون هم میدونی چه گانیه و بله باز هم سریفته برای بار هزارم متاترین گان گیمه. اصلا مقایسه این گان با گان دیگه اشتباس و یه جو که خنده داره که بیای بگی M4 یا اودن در حد سریفته قویه و واقعا نیست و خندت میگیره یکی همچین چیزی رو بهت بگه. به نظر من دلیل متا بودن صدیفتن نه دمیجش نه فایر ریتش، دلیلش ایم اسیست وحشتناکشه که انگار داری چیت میزنی و هیچ موومنتی روی این گان جواب نمیده و هیچ راه فراری جلوی این گان وجود نداره. و اتچمنتی که من استفاده میکنم بهتون قول میدم بهترین اتچی که میتونید برای صدیفته توی بتل بچینید. مهمترین ملاکات توی بتل برای رایفل دقت و دمیجشه و تا اونجایی که میشده توی این اتچمنت دقت و دمیج این گان بالا رفته، یعنی دیگه از این بیشتر نمیشه بالا آوردش. این یعنی ایم اسیست بیشتر، یعنی لیزر کامل انمی و هیچ انمی با گان دیگه نمیتونه شما رو بزنه. مثل همیشه اونایی که این ویدیو رو تا اینجا دیدن جاتون تو قلب منه. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. و اگه عکس اتچمنت هایی با کیفیت رو میخوای بیا توی کانال تلگرامم.